قبول شدن سرقانون جمهوری تاجیکستان بعد 3 سال از اعلان استقلالیت دولتی به وقوع آمده است، زیرا چطوری که معلوم است در تاجیکستان یک جنگ تحمیلی شرمنده بود با وجود آمده بود و محض قبول سرقانون جمهوری تاجیکستان در برقرارسازی حاکمیت دولتی و همچون ملت باقی ماندن تاجیکان اهمیتی بسیار بزرگ بازید که امروز در گزارششان محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بارها این را تاکید کردند. در برآمد امروزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خصوصا تاکید کرده شد که باید معلمان، استادان با مسئله تربیت جوانان دقت کلان داده دائما درباره حفظ نمودن سرزمین تاجیکستان، دوستداری وطن تاجیکستان، میخان تاجیکستان و تندرستی و حس بلندی شهروندی را در خود نگاه دارند.